سلام و رز و خدمت هاوریل هنین و خیر هاتین ارائه یک ترک لزنجیره سمیناریل دستگاه جمال نبز ما کالی اکبریم خواهان دکترای داروسازی و امرو سربرزم که سمینار للایان دستگاه جمال نبز و ریو بوام ورجل یک دست بکیمنه پی لهرچه بینر عزیز داوا کم ارائه پشتگیری من کانال یوتیوب سمیناری زانستی جمال نبز سابسکرایب بکن. ای کانال جایگه که سمیناری زانستی و زوان شیرین کردی و ریو چودن. امرو سربرزی من که میوان تایبت دیری من برز اردشیر رشیدی کلهار. اندازیار هوافضا بنیانر و خامن کمپانی آردی انجینیرینگ لآمریکا. آردی انجینیرینگ لبان پروژه لگوره فضایی جور دیزاین کردن کرستیل و سیستم کنترلگان وستگایل نودولتی فضایی و لبان برنامه فضایی آرتمیس کار کردن. گپ سمینار امرومان ناسا، آرتمیس و چین و قولی آسمانه که برز و گردمان ها بشکل. جیا لکار زانستی فضا که بابت سمینار امرومانه اردشیر رشیدی کلهر کمله فیرکاری آمریکایی کردی دامزرانه Kurdish American Education Society سازمانه ثبت بیوه و فراتر ل 25 سال چالاکه. ای کمله لره فیرکاری و پارێزان کلتور کردی پشتگیری کرد کردن. یکی لبرنامه لسرکیه کمله برنامه بردوام بیون کردستانه. آمانجیل یانسه. لبین بردن فقر و کمدستی لکردستان. بنبر کردن ورسگی. فیرکاری رای چین و روزانست. نزان و زان کردن. ناسین و وری بردن سرچاوگان سرشتی و مروی کردستان. کامله KAES رول فرگورگ لپارێزان میجوی کردستان بلاو کردن کلتور کردی و برس کردن هوشیاری جهانی لباره ناسنامه کرد داره. هیوا دیری من بانان بتوانی من سمیناری لفراترک لباوتیل جواستر لخدمت برز بیمن. امرو گپ زانسته من. همه و تگان اردشیر رشیدی کلهر یک کاجر میره و دوای او بشه پرسین و ولام دیری من. خواهش کم لیدان اگر پرسینک دیرین بنویسنه و بیلنه اراد کات پرسین و ولام. لآخر و شانازی و لمیوان عزیزمان داوا کم تا بطار خویان دست بکن های من خدمت دان بفرمان. برای ممنون کالا خانم عزیز را معرفیت و لمؤسسه نبات فرا تشکر کم رای دعوت که بتونیم هاوفکری و وجود باری من که مردم پرد خومان آگاهدار بکنیم تکنولوژی جدید و پروژه جهانی که امروز لسراسر دنیا اتفاق کفید که گوراترین پروژه که به نظر من لنظر تکنولوژی در آمریکا انجام گرفته پروژه آرتمیس است. هر تصویری که دونین یا اگر علاقمندین توانین بشینه بان ناسا artemis.live و صورت ژینه زنده این تصویر نشان داده که چواره هزگردن لبان این سکوی هز و آسمانچه نسل کندی سپیس سنتر. اولجوری گواتم ایستگاه یا ایستگاه فضانوردی آمریکا حالا ایالت فلوریدا لآمریکا و شهر کیپ کناورال است که این نقشه دونین و این است که آرتمیس لبان سکوی سینو بی بال گرید چود و آسمان قرار بود که جمعه آینده انجام بگیرید ولی و داخل و خاطر یک سری مسائل به اصطلاح رفع کردن تکنیکیانه یک دروش و دیا خسته نسته یا یک تصویری در چین اوراین یک بیو که در سال 2022 پرواز کرد و حدود 40,000 مایل چه اولای کره مانگ کنین بینین و او نقطه کوا لدیردست او کره زیوه
امسال هر جوری که زانین سال 250مین سال سالگرد تأسیس دولت آمریکاست، کشور آمریکاست و پیشن سمی کوینسنتنیال انیورسری 250 سال سلبریشنیه که لبان راکتیل آرتمس 250 دونین که منظوری هم 250مین سال سالگرد تأسیس دولت آمریکاست. بیلاورجه که شروع بکنیم و صحبت درباره آرتمس، من فقط یک مثلا همیشه چیزی که فکر انسان وجود دارد، رابطه انسان و طبیعت و سروش اول جهان هست که انسان خوی لناو یک مثلث حقیقی و قابل لمس قرار گرده که و پیوشن طول تاریخ و پیوشن انسان تکامل انسان که اردیپیتیکس رامیدس شروع بی و امروز همین ناو به اصطلاح تکامل انسان و پیوشن ای پیتیکس و آینده بود و سپیس پیتیکس، یعنی انسانی که چنه فضا. ایسی چیش همیشه باعث مشغولیات ذهنی و فکری انسان بیویه که خود جسم ماده است یا بار و پیوشی من و کردی و یک فضا است یا لنثه و یک گریانه. ایسی چیش همیشه باعث مشغولیات ذهنی تمام فیلسوفه دانشمنده متخصصی لطول تاریخ تا الان بیوه و حجور گوتم دنیا واقعیت دنیا حقیقت دارد یک لنته یا دریجیه که انسان و چو دونیدن که لحر دریجیه فضا یا سپیس یا و کردی خوبان لایان و وجود دیدن و یک باره یا مس مثلا باره هم قرصه یا بستگی دیدید که هر جوری که زانین مثلا مندلیوف که یک شیمیدان روسیوی جدول تمام عنصرهای دنیا طبقه بندی کرد طبق سوکی و قرصی او المنتیل و عنصرهای لسه و یا چیزی که ایمه و چو دیدیم یعنی observable و قابل اندازه گیری هن. پارامتری که دنیای فیزیکی امروز لاله تشکیل بیوه و سیومین چیزی که هست هری چینج است یا گریانه که علم و صورت اندازه گیری یا تایم و پیوشن اندازه گیرن یا ریژیان، یعنی چو دنیا چو گرید دنیا چو تغییر کرد. یکی سوالی فلسفی و قول علمیه که همه و پی جوانی آنه حقیقت هر جور که وقتم یه خلاصه که جنبندی مطالعه علم لتاریخ بکنیم قبول کردنه که فضا وجود دارد یا دریجی ال و پیوشن، یکی که مس یا بار و پیوشن وجود دارد و سومی چیزی که هست تایمه که و صورت قدیم لزمان سومریه مثلا وقتن ساندایل یا حرکت خوار یا حرکت سایه را اندازه گیری گذشته زمان لحرکت سایه و چین خوار لشوکی که حلسه لروجلا تا روجوا ای حرکت خوره اندازه گردین و عنوان تایم زانستین لزمان قدیمه. زمان به اصطلاح رنسانسیانه گالیله هات و یه پندلوم درست کرد که وقت تایم اگه یه پنجلوم درست بکنیم این پنجلوم توی یه پریود با خصوص معین داشت شد اگر طبق کیش زیر یا گراویتی زمین به اضافه او دسته پندلوم ایمه توانیم فرکانس و تایم توانیم اندازه بگیریم و بعد این اندازه گیری زمانه تبدیل به یک دانشمند اسن و پری اتمیک کلاک درست کردن که بر طبق فرکانس سیزیوم اتم سیزیومه که بانترین فرکانس دارد ساعت اتمی درست کردن و امروز ساعت تریش دارد حتی دقیق تر و ارزانتر کردن درست کردن و پیوشین چپ اسکیل که ممز مایکرو مکانیکال انجینیرینگ سیستم که ساعتی جدیده. خب نیت با بحث علمی و مثلا قامز فلسفه ساینس توجه کنم که انیشتین یکی باهوشتری کسانی بگه توانست ایسی 601 و
تیکل بکید به قول معروف و او تئوری رلاتیو یعنی نسبیه و زمان نسبت به یک مرجع تر که زمانه توانست اندازه گیری بکیدم. خب و زانست امروز مدیون یک دانشمند ایرلندی و اسم ویلیام روان همیلتون که ساینس کلاسیک و ساینس کوانتوم مکانیک امروز تبدیل کرد که من اگه بتوام را و کردی به اصطلاح یعنی بشکنیم رو شیو بکیمن هم به نظر زوان فر رامان جالبه و هم به نظر فهم مطلب رامان فر جالبه که من مثلا راکت و کردی خومان در مشکل هاته ایم وقتی که یه آگر درست کیمن بعضی وقتی یه مشکل علی جرقه که چود او حقیقتا مشکل است یعنی یک پرتاب کردن یا فرداین یک جسم به طریق انرژی مشکل و پیوشن که در فارسی بوده موشک مثلا راکت سپیس کرافت و کردی خومان بوده کشتی آسمانی اوربیت دورگرد یعنی لدور یک حصاره بگردیدن و استیشن ویسیانگاه یا ویسگاه و کردی من و استاره یعنی ستار اول پلانت ها فرق داره استار خوی منشه نیرو درخشان نیرو و خاطر فعل و انفعالات اتمی که مثلا خوار یک ستاره است که و کردی چنین پی بیشیم استاره و پلانت که لدور خوار گردی لدور استار گردی و پیوشیم حساره جور زیو حساره است و ساتلایت که لدور حساره گردی لدور پلانت گردی و پیوشیم ساتلایت که کنیم نوع بدیم حسارک یعنی استاره حسارک یعنی چیزی دیگه اگر بتوانیم و مسائل آسمان علم آسمانی و به اصطلاح فضانوردی آشرار ببین لی و ویشل کردی استفاده کیمن مثلا خب نیوتون لاختراع گراویتی شروع کرد و فرمولیت کرد که و کردی بوده کش یعنی یوشی کشی داد زیو کشی داد مس هرو امسا زیو بار کشید و رو خوار ویت بوده هرو مس زردر گراویتیه و اکسلریشن اوله که خمان رو پیشیم تاو یه چیزی تاو دایمه نه یا نه به صلاح فرموله فرافر بیسیک اولیه علم لیر شروع بودن تراست چیزی که یه راکت بدوبان برابر یا خمان روشیم زور اکسلریشن اول گراویتی ها فرق دادن اکسلریشن چیزی که یک نیروی به صلاح متغیر دید و یک جسمی که حرکت دیده و انرژی هم روشیم این هیز یا هیج روشیم فلان کس هیز لاتین نمانی یعنی انرژی تمام بیاد مثلا یکی ورزشکاری معروف کرده آقای کیانوش رستمی گمان کنم ناوی بودن حدود 396 کیلوگرم توانست از تا بیدن وزن حل گریدن ولی مثلا زیو کشیده و خوار ولی یه توانست لمقابله و 396 کیلوگرم وزن بیدو بان و امروز راکتی که توانست بانی قصیه بکیمن 8,800,000 پوند یا 4 میلیون کیلوگرم توانست وزن یا قرصی اوبان بودن لکره زی خارج بودن و صورت خلاصه و رادم بیشم وزن تمام آرتمس حدود 2,600,000 کیلوگرمه ولی ترست یا زوری که توانی تولید بکنه طریق راکتگیل حدود 4 میلیون کیلوگرمه یعنی حدود 1.5 برابر وزن خواهی توانید زور بشود نفوذ جاذبه یا کیش زیر در بشود آسمان ورجه که بعد دوباره ادامه به این وی کاری من فقط تواسم امتیاز بم با او منابعه که ای تصویری من لله استفاده کردم که یکی خود ناسا گالری ایمیج ناساست ناسا پابلیکیشن لاکید مارتین یوروپیان سپیس ایجنسی سپیس اکس بلو اوریجین نشنال ساینس فاندیشن و تصویری که خواهم لسفری که و ناسا داشتم و کندی سپیس سنتر داشتم تصویری گر کردم که به اصطلاح شامل برنامه بودن که ارائه دیمن بعد
چند موضوع که تو خواستم صحبت کنم درباره یه سوال توزیک درباره خود آردیا قصه کم بعد در مورد آرتمس صحبت کنیم و بعد کی چه کسانی درست کردن و ساز و ساخت آرتمس دست دیرن رانان قصه بکنم. شرکت من RDI Engineering هر سال که ایما باید طبق قوانین Quality Control یا کیفیت یا چونیایتی چه کاری که انجام دهیم در ایمان بازرسی کن و باید حتما جواز داشتیم که بتونیم رو بان کاری ناسا و سپیس بتونیم انجام بدیم که دست راست سرتیفیکیت یا جواز دیونی که هر سال باید تجدید بود طبق یک سری بازدید و نظریات بخصوص. توضیح درباره خود RDI من RDI انجینیرینگ سال 1997 دارم از رانم که بیشتر کاری طراحی و محاسبات شیو کردن بسیار طرح پروداکت‌های مختلف دارم چه حدود 45 ساله لعمر قوام عنوان یک اندازیار گذاشته که سیستمیل هم سیستم طراحی کرده من هم قطعات فضانوردی و طراحی کرده من لبان پروژه جور اینترنشنال سپیس استیشن یا ایستگاه نانوتوایتی لبان کره کار کرده من و مدیریت طرح و توسعه دریچه مایعات را اینترنشنال سپیس استیشن که امونیا سرویس ماجل تحت مدیریت من بود را ژاپن را فضانوردی ژاپن کار کردم که لطریق هر شرکت آمریکایی و من جمله را کندو ریاکتر نوکلیر ریاکتر کانادا که کندو و تولید برق که در طریق سوخت یورانیم و اتم من حدود 6 حق چاپ دارم که اگر کسی علاقه منده به تویچونه حالا بان خط یعنی اسم من بید پتنتیل منتی دبان یه نمونه یکی لساخته سیستمی که داشتم را دولت آمریکا را ایرفورس در شهر اوکلاهوما سیتی یا سیستم گوراتری که الان حدود 27 سال دیگه کار کردن و یکی مدرن‌ترین و لنظر انرژی افیشنت ترین سیستمی که در دنیا وجود دارن یا من طراحی کردم و را دولت آمریکا را نیوی یا اجدر افکنیگه از تورپیدو که من وقتی که تورپیدو یا اجدر افکن خن نو آو عمق سنجه یعنی توانه بزنه که چنی حالا جیر آو بتونه اگر مثلا یک جیر دریایی دشمنی وجود داشتودن که مثلا و صورت سونار توانن بیشین حالا کورا اجدر افکنه باید او ارتفاع در جیر آو تنظیم بکردن که بشود بخوید و او جیر دریایی دشمنه که ای فشار سنج من مسئول سازی بیم و قول معروف جایزه سال لمهندسی کردن و او شرکت که را انکار کردن و امروز جیمه قطعات را آرتمس رو ماجل آرتمس که درست کردیم و وگه حالا بان را سرویس ماجل اروپاست بان دست راست را سرویس ماجلی که آژانس فضانوردی اروپا یا ایربس را ناسا درست که ارائه قطعات تریش که دونین یا نه محصولات شرکت منن و یک نمونه در آزمایشگاه این است که و دقت و دقت خاص محصولات تولید که بتونیم تحویل ناسا به این بعد از حدود هر کامریانه تقریبا 1000 نقطه آزمایش دانه تا اینکه به مرحله برسید که ایمه بتونیم کلی بکنیم یا هنری من ایران ناسا که بتونیم لبان آرتمس سوار بودن یا نشانده مقام داره بیمه یا اورسه که آرتمس سوار کن یا البته اوراینا کپسول کلناوی ریواری آسمانی ناوی جیگرن و او قطعات که ایمه درست که ایمه نشانده لناوی پنلیل که حال ناو جدار خود کپسولگه و را یوروپیان سپیس ایجنسی که
سرویس ماجل درست کرد. سرویس ماجل معمولا مواد خوراکی، غذایی، انرژی، لوازم به اصطلاح اضطراری اول خواه بید که ریواری آسمانی یا فضانورده للی استفاده بکن. و این قطعه یک فرد جالبه که حقیقت دیرد. وقتی که اروپا این بخش ناسا این بخش درست کردن این بخش داد و اروپا و تنیا قطعه که اروپایی نتونستن بسازن هر قطعه بیو که الان دیوین لبان دست راست و اروپایی هاتن ناسا هات لایمه و اروپایی مهندسی اروپایی نتونن یعنی درست بکن، تو مجبوری یا درست بکنی. من هیچ وقت منوی بشن یه فرق کار سختی که نه و هیچ عنوان نتونید جیری در بشیدن و خوشبختانه بعد از قبول کنترکت و یا نه ایمه تونستیم و صورت موفقیت او قطع تحویل ناسا بیم که بده و آژانس اروپا را تمام کردن سرویس ماجراگر. خب را ایمه توین بچیمین و آسمان دلیلی چه است؟ خب ادهی هن فیلسوفن و معتقدن که جیان لبان زوی محدوده و بردوام نیتونی بودن لدریج مدت. بنابراین حالا الان بهتره که ایمه و فکر چین جیتر بیمن در کهکشان لآسمان و بلای لآسمانی ممکنه حتی سو عمر زوی لبین بودن که مثلا یک استروید بودن که و کردی خومانی فیلم ناوی نیمونه ولبرد، یعنی سگیلی که لآسمان ولگردن نیازانن مدار به خصوصی نیرن ممکنه بین ناو زیوی اصلا زیو لبین زندگی لبان زیو لبین بشودن. و سومین دلیلی است که انسان همیشه لنظر روح و روان همیشه ایشو خب فکر انسان روح و روان انسان حتی لنا خو ایما چی منه جیلی که خومان فیزیکی و صورت فیزیکی لوره نمیمونه جیلتر و پیمان رسید و عنوان روحانیت مثلا ایما روح من پرواز که چود و جیتر. خب آمریکایی یا دانشمنده معتقدن ایما باید تا اور اگر روح توانه بشودن لنظر لشمانیش باید بشودن فیزیکی باید بچیمن. یعنی یک چیز فرد چالنجی فرد جالبه اگر ایما اگر توانیم خوی بینیمن باید اوریشه بچیمن یا فلسفه به اصطلاح و آسمانچین برگ دانشمندی لوزانیاری آمریکاییه. اگر وحیوری دان باید اولین کاری که اولین سفینه دستساز انسان چی و آسمان اسپاتنیک یک بود که اکتبر 1957 شوروی بعد از انقلاب شوروی کل کردن آسمان و حدود 4 سال بعدی اولین انسان کل کردن فضا که دور زیو داد یوری گاگارین بود و دقیقا لشون او رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ایمیش باید بشیم نمان. ما اون موقع حدود 7-8 سالم بود لگیلان غرب لمنطقه و عنوان کفراور بیم که رادیو شورت ویو داشتیم که وایس آف آمریکا گوش دایمن و داره آمریکا تصمیم گرفته بشودن ما اون موقع منیش که فرام نالبی اومد اگر آمریکا تو بشوده ما باید بشیم آمریکا. خب اویشه به اصطلاح یک نقطه تصمیم گیری و مثلا بیون رامه بیون. خب اگه و مرور و سریع لبان تاریخ فضانوردی آمریکا یک مرور بکنیم یک چوگردی بیمه لپروژه مرکوری شروع بود که اولین انسان جان گلن 3 بار دور زیو داد مدار بعد و جمنای بود پروژه جمنای بود که اولین انسان لناو کپسولگاه هات تو دیش و صورت به اصطلاح تناف خوی بساد سفینه تونست سپیس واک بکیدن لشون هوا پروژه آپولو هات که 1961 تا 72 ادامه داشت و اولین انسان یا حتی 2 انسان اول نیل آرمسترانگ و بعد باز آلدرن لبان زیو دانشتن و بعد از آپولو پروگرام سپیس شاتل هات که مسئولیت و کار سپیس شاتل یه بود که ویسگاه یا ایستگاه بین المللی یا نوناتوایتی لدور زیو درست بکردن که من اون موقع شروع کردم و کاری لبان سفینهش کار کردم و امروز های مبانه به اصطلاح جنریشن آرتمس که توی بچودن و حل گردیده و مان ای بار را دانشتن دائم لبان
و بعد مرحله سوم یه که بشود لمان بشودن و مریخ مارس و قول معروف لسر ایشون بشیم رو آسمان هفتم طوره که میتونیم بشیم حتی چیمن و جی که اصلا دی نتونیم حل گردیم منو بای منو هر جوری که زانین کره زیف سومین نزدیکترین سهساره و خوره و لسال 1977 جی پی ال دگلا دستساز انسان کرده هوا و اسم وویجر یک وویجر دو وویجر یک الان 25 بیلیون کیلومتر لزه دوره یعنی حدود 24 ساعت طول کشید که و سرعت نور پیام ل وویجر باید بشده و وویجر یعنی یک لایت دیه لزه دوره و دی لنفوذ کیش یا جاذبه یا گراویتی خوار چیست داشت و خوشبختانه و حتی و صورت معجزه آمیز همه دیدن شناور همه دیدن ملیکه لآسمان قیل دیده شدن رای ناول لکو انتخاب کن ناو آرتمس یا ناو آپولو اگر روی هوریدن باید داستان یونان باستان افسانه یونان باستان چند خدایی بون یک خدا بون ناو زوس که جنه لیتو بون لی جنو پیای لزوس و لیتو دمنال و دنیا هات یک لیان ناوی بون آپولو یک لیان ناوی نان آرتمس یعنی لفانه بون دوانه بون که آپولو خدای قانون گذار بون ارتقادات علم و زانست بین مردم اشاعه داد و همیش به اصطلاح جیان کشاورزی و کشتکار حمایت کرد و همیش حیوانی یا خصوصیات شخصی آپولو بود و آرتمیسیش شکارچی بود راوگر بود خدای مانگ بود و خدای گادس آف هانتینگ و آرام کننده یا تیمینگ آرام کننده یا سیول کردن دنیای وحشیه و لمنالیش حمایت کردن یا لصفات آرتمسا که ای سفینه ناسا لبان اید خوشگوبرا که لفانی بی ناگذاری کردن تمپل آپولو حالا یونان حالا دلفی که آپولو اسم ناوینانه و یا به اصطلاح بازسازی آرتمس تمپل آرتمس که لشون هاتن ترکی و یونان باستان قسمتی که گردن یا حالا افسس که در 7 قرن ورج میلاد مسیح زمان ماده معبدگاه آرتمیس درست بود که همه خراوی منه و جالبه که نیتوان وارد بحث فلسفی و تاریخی بوم ولی خود معبده ریشه به اصطلاح افکار فلسفی و ادیانی او زمانه در دیر زور سوریه و در منطقه کردنشین سوریه دیدن باور که یا نه او خواهی کنید آینده بوده یک به اصطلاح صحبت رو بحثته خب را تو هم منظور لآرتمس شو هست اولا تو باید یه ریگ واز بکید که بشودن دنیای قیل و قیلی آسمان انسان بتونید دسترسی داشته دادن دوما یک سیستمی درست بگه که روبست بود قابل اعتماد بود قابل اطمینان بود تمام قطعات امنیت را انسان سفر انسان با وجود باردن و قابل اعتماد که بتونید سفر فضا انجام بگیردن که لبان یک نکته فرا ناسا فرا پافشاری که امنیت و سیفتی فرا مهمه و بعد بتونید لمان شروع که لمان یک جی میلکانک بسازیدن میلکانک بسازیدن جیان لبان مان بسازن و بعد کره مریخ و بعد لجیل دوردست و این حال بین یک کرات بین حساریلا یک نتورک دیپ سیستم نتورکی با وجود بارد که بتونن کمیونیکیت بکن خب لبان زیو چه خاصیتی دید؟ لبان زیو هر جوری که اوبان هاردن علم فرا اثر هیلیدن و منالیلی که بتوان فیزیک ریاضیات شیمی بیولوژی چیزی طبیعی علوم طبیعی بخونن لبان
تشویق کردن افکار آن فراتریله. به اضافه اینکه را خود آمریکا را دولت آمریکا یک به اصطلاح جنبه غرور دیدن و بتونه خیلی سراسر دنیا نشان بده که رهبریت فضانوردی حال دست همه اختیار آمریکا. یا نمونه ماه آپریل همیشه ماه تشویق کردن منالیل را فربیونه که امیدوارم ایمیشی ماه آپریل را بتونیم نو جامعه کرد تشویق بیم که ماه ای فربیون رو توجه کردیم و علم طبیعیه. خب آرتمس یک نوامبر 16 2022 پرواز کرد و 25 روز و 10 ساعت و 52 دقیقه و 46 ثانیه دقیقاً طول کشید که بشود دور بید مانگ و بایدن و 40,000 مایل چیبان اول مانگ و روز 11 دسامبر لپاسیفیک اوشن اقیانوس آرام لکالیفرنیا هاتو خورد. یعنی الان نوبت آرتمس دو رسیه که 4 روار آسمانی دیدن. ویکتور گلوور که حالی منطقه که من زندگی کنم بارهاته، کریستین کاک، جرمی هانسن که کاناداییه و رید وایزمن که فرمانده به اصطلاح سفینه است. یعنی این 4 فضانورد و روار آسمانیه که دیدن پرواز کردن و دیدی حتی این جمعه چن ای پله برقی چنوبان و طریق بازوی به اصطلاح دسترسی و خود سفینه و پیوشن آرتمس کرو اکسس چن و بونه چن ناو خود سفینه اوراین و آرتمس دوم لشو آرتمس اولی شرجیره لشو انجام گرد لحدود 5 مایل و 5.5 کیلومتر لخود آرتمس ایمه دور بیمن که اگر خدا نخواست چش اتفاق بکفیدن مردم لطمنونن و او موقع من در طریق خود رئیس ناسا سناتور بیل نلسون دعوت بیم که او پیای که حالا پشت سر و رئیس آژانس ژاپن و یک چیزی که باعث بیم خواهم شخصا دعوت بیم در طرف خود رئیس ناسا یه بیو که وقتم اوقات اک اروپایی احتیاج داشتن و نتونستن انجام بند و من انجام دادم بالاخره و گوشی رسید که زانست مثل چه کاری را ناسا کردیم که و این صورت من دعوت کرد که اولیا پرواز آرتمس یک بینیم و بله و آرتمس دو وقت شروع کردیم در نقطه یک در کیپ کناورال یا کندی اسپیس پرواز کردن، یک دور زیوی دیدن، بعد یک دور گوراتر لدور زیوی، بعد دور زیوی خارج بود و چود رو طرف مانگ لدور مانگ چود تیدنو یعنی کنین یک چیزی لبان اینترنت یا لبان ناسا پیا بکن. من رادم و صورت خلاصه بیچک کرتا توضیح دم که چه اتفاقات کفی دشون هیزگردن آرتمس چه اتفاقات کفی. اولین چیزی که اتفاق کفیدن جوابیونه اید راکت هست که لشون 2 دقیقه و 12 ثانیه حدود 30 مایل 48 کیلومتر 50 کیلومتر لبان زیر که چودن آسمان اوانه جوابون. بعد لشون اویت حالا یوتا امتحان کن این راکت هیل سالد فیول دیدن جامده. بعد کنیم بشکنیم اینه و قطعات بیچکته که چنین قدرت دیدن و چنو سوتک یا سوختک لیلی استفاده کنه را تولید کردن هیز یا انرژی. و بعد از او حدود 3 دقیقه و 30 ثانیه لشون او کلاهک یا به اصطلاح کپسول اضطراری اگر خطر پیشاد کنید فضانوردگان یا رواری آسمانی نجات بید، ولی اگر سالم پیشته خوی جواب بود کفید نو دریا و فقط چیزی که ادامه پیا کردن راچین یا نشان داد که فقط چیزی که می‌دیدن سپیس لانچ سیستم یا کور استیجه که
به اصطلاح سیلندریکال قسمت سیلندریکاله که و پیشین کورسپیت انجن که 4 گله موتور قوی داریدن. ای 4 گله هر کام حدود 500,000 پوند چنین قدرت حزبن و راکت اگر یا موتوریل لا کالیفرنیا درست بود و شرکتی که درستی که ایروجز راکداینا و اگر بتوای مثلا لبان فیزیک ترستر یا انجن مطالعه بکنین، خب ناسا فرمولگان قشنگ نیساید که هم چیگونی حتی موتور بسازیدن یا فرمولگان گشت ناسا و سوخت اکسیژن و هیدروژن یا یه مخزن دوگل هیدروژن دیدن و او2 وقتی و یک اقدام بون ریاکشن کن 2 مولکول آب درست کرد و به اضافه هیت یا انرژی که باعث هزداین راکت آرتمس بوده. یعنی حدود 2 میلیون لیتر هیدروژن مایع و حدود 740,000 لیتر اکسیژن مایع است. و وقتی که مثلا آگر گریدن و حس کردن لدوروری اوردونین این شکل اوردونین یه حقیقتا مولکولیل آون که لای ریاکشن وجود داره، لای عکس العمل وجود داره و خود تمام این قطعات یک باید آزمایش بون. یه مثلا محل آزمایش کردن خود کورستیجا که لمیزوری انجام گریدن و وقتی این قسمت خواره که زرده قرمزه و پیشین SLS یعنی سپیس لانچ سیستم راکت یا موشک SLS و قسمت بان اوراین سپیس کرافته که ل 8 دقیقه و 30 ثانیه لشون پرواز لشون هز حدود 103 مایل لبان زو ای کورستیجیشه جیاوا بود اول مترگانیا کفن ناو زو کفن ناو آو و چیزی که مینیدن از interim cryogenic propulsion system یا upper stage exploration upper stage اوراین و سرویس ماجله که برای طرف مانگ شدن یا الان دونین این قسمت زرد قسمت SLS کفت نو آو و رو مانگ شد و بقیه که هابان دست راستبان شد و رو طرف مانگ اوشه باید هم دوباره یه بارتر او ICPS به کفی دخواری ICPS که لشون کفتن SLS یا کور استیج فقط یه مینیدن و رو طرف مانگ شدن ولی حدود 2 ساعت و 5 دقیقه بعد پرواز 2323 مایل لبانزه او ICPS ایشه جیاو بود. فقط تنیا چیزی که میدن اوراین و سرویس ماجل و اوراین و سرویس ماجل که به اصطلاح کیوبست ها نوی لناو دل سیلندر سفیده که پرچم آمریکا دونی پر نوی کیوبست که و پیوشین کیوبست ایویانیک باکس که حدود 10-15 بستگی دارید چند نه کیوبست دارید یا نه حسارکیل به اصطلاح کمیونیکیشن که یواش یواش و صورت یک مکانیزم خاص آزاد بون چنین ناو کورزه هر کامیان را خوین بال برقی دارن که بتونید لمدار خوی ادامه بید و کمیونیکیشن بکنید. کاری که کن مطالعه سطح زیوه سطح آوا کمبود آوا وشکیه یعنی چه مشکلاتی لبان زیو انجام گرید یعنی دقیقا تونن مشاهده بکن و مطالعه بکن و همیش حسارکیل تریش تونن قولی آسمان مطالعه بکن را سفریل آینده. تنیا چیزی که میندن کرو ماجل و سرویس ماجل که لیر دونین ریاگه ادامه دید. خب چه کسانی مسئول ساختی یا نه وقتم 3 بخش اثری لبان سازین ای سفینه آرتمس پرایم کانترکتر جور لاکید مارتن ایروجید بوینگ نوردرن گرومن سپیس اکس بلو اوریجین بکتل اینتویتیو ماشین دایناتیکس و جیکبز انجینیرینگ که فرق نقش اساسی یک دیدن و بعد شرکتی بیشتر جو شرکت من اول ای پرایم کانترکتی را کار کنه را تهیه کردن ساز و تر قطعات حساس ای برنامه. بخش دوم اینترنشنال پارتنر یا
بشداری کنید نانوتوایتی اینجور اروپا و کانادا و ژاپن. و بخش سوم که بشه جنبه به اصطلاح مادیات دیرید که بتونه به این پروژه کمک بکن. آرتمس اکورد که تا الان حدود 117 ولایت دنیا و پی ملحق بینه گوراترینیان محمد بن رشید ل یونایتد عرب امارات که پول فریگایا لبان به اصطلاح او ایرلاک گیتوی کار بکن. خب هر جور گفتم غیر از پرایم کانترکتر و اینترنشنال پارتنر یا نه، یک گروهی هم و اسم کندی سپیس اکسپلوریشن گراوند سیستم یعنی مسئول گردن تمام چیزی که یک شرکتی بگن یعنی کندی سپیس انتر تحویل گردن سواری کن آزمایشی کن بعد که بتونین آمادگی داشتون بان سکو هز که پروازگی شروع بکنن و بعدا لآینده بتونن زمان بچن و مریخ و حتی روژتید که مستقیما کنی بچو و حساری دیورده است حتی یه دی به صلاح پروژه لفرفره دریج دست دهاتو آینده است. ولی لناو کندی سپیس سنتر یه ساختمانی هست که برسرین ساختمان دنیا بود و لنظر حجم گوراترین ساختمان دنیا است که لناو ای آرتمیس سوار کن و آزمایش کن و به اصطلاح ورجه اگه بشه بانه سکول سوار کن درسته کن و کسان تری که بشداری کن غیر از ناسا دو شرکت فرمهم هست، یکی که سپیس اکس، یکی بلو اوریجن. اوانیش الان دارین در باره ساز سفینه کار کن که بتونن انسان خود مثلا اورایون و سرویس ماجر که میدن مستقیمی لبان زمین نیشه لبان مانگ نیشه چون ملحق بود و یک حساره دور یا ستیشن تپ که اونایشون گیتوی که قراره بسازنه و دور مانگ بچرخیدن. اون موقع سفینه سپیس اکس و بلو اوریجن چن اوانش ملحق بون داک کن و گرد گیت ستیشن ها انسانی راد بدل بود بعد یانه نکنیشین بان ما هر جور که زانین امروز لدور زو اینترنشنال سپیس ستیشن دیری چرخید و سویوز روسیه دیری چرخید و فالکن راکت فالکن 9 که ساخت سپیس اکس امروز فضانورده لزه بید ایستگاه فضانوردی و تریدی نخوار یا به صلاح و پیشین لو ارث اوربیت میشن سپیس اکس و آنجور که توضیدم قرار لدور خود ما یک استیشن تر درست بکن ایستگاه درست بکن که ایلا دونید آرتمس اوراین و سرویس ماجر شد و پی ملحق بودن و بعد لندر و پی ملحق بودن لورت چنه بان زو وقت من دیگه کم بودن. خب یا لدست چپ اوراین ناساس وسط هنه سپیس اکس دست راست هنه بلو اوریجن آره یه تصویریه که وقتم اوراین و سرویس ماجر ملحق بون و گیتوی بعد یانیش چن ملحق بون و پی بعد انسانی گیتوی چنه بانگ ما کنو هر جوریشه بلو اوریجن یا بزوس برنامه داره که برنامه انجام بید یا سفینه که کتوانی لبان او گیتوی انسان بونه بان ما و بارنو هر جوری که زانین لبان دنو تکنولوژی هست که تکنولوژی انسان بر که لبان انسانی مسافرت کن که را فضا امروز هر جور خود ناسا سپیس اکس بلو اوریجن بوینگ ورجین گالاکتیک و اکسیوم سپیس و یه بخش تریش که دیرین ترابری کن یعنی حمل و نقل چیزی که لازمه را بوید و مان که لبان مان یک دهکده یا یک قریه یا یک گند بسازید دهکده بسازین
قراره مثلا پمپ، لوله کشی، برق، بولدوزر، چیزی که لازمه لبان مان یک پروژه مان بوده، یک پراجکت سایت، یعنی احتیاج به مسائل ساختمانی دارن که که شرکتی که کار کن جور استروباتیک اینتویتیو ماشین، فایرفلای ایروسپیس، دریپر لابراتوری و دیپ سپیس سیستم، یعنی فقط انسان نیوان فقط کنسترکشن اکویپمنت بنا مانگ که بتونن یک دهکده ایجور لمانگ درست بکنه دریج مدت. خب چو آرتمس چو نقشه سازین تمام پروژه چو لدست ناسا انجام گردن واتم اکسپلوریشن گراوند سیستم یا ایجیس نقشه فرماهمی دارید، سپیس کمیونیکیشن که دیپ سپیس نتورک لازمه، هیومن لونار ریترن فرا بخش ترک لبانه کار کن، هر کام در بخشی ل حداقل 1000 2000 3000 نفر لبان ای بشه بخصوص کار کن که بتونه این پروژه گورا یکو بگیدن. بعد سستین لونار سیستم چو انسان لمان بشود مارس مثلا سپیس لانچ سیستم خود اوراین گیتوی استیشن دیپ سپیس لوجستیک هیومن لندینگ سیستم و کمرشال لونار پیلود سرویسز ها جوری نشان واتم یعنی شرکت هیل به اصطلاح حمل و نقل وسایل کنسترکشن. میکینگ آف آرتمس دو سه قسمت رو جوری گفتیم تقسیم به قسمت بان که وپیوشن اورای مالتی پرپس کرو ماجر وپیوشن، قسمت خوار قسمت راکتری و قسمت سوم گراوند سپورت اکسپلوریشن سیستم یا EGS. عادی من زانم شاید وقت نیاشیم که تک تک تمام قطعات را دادن توضیح بدم، ولی چونی مثلا بشکنیم اینه تمام آرتمس بشکنیم و 10 قسمت و 10 بخش گورا تقسیم بکنیم این بخش اول LAS یا لانچ ابورت سیستم، قسمت دوم کرو ماجلا، قسمت سوم سرویس ماجلا، قسمت چهارم اکسپلوریشن اپر استیج که یونایتد لانچ الاینس درست که یه لاکید مارتن درست که SLS یا سپیس لانچ سیستم که باوینگ درست که و موتوریلا که L3 هرس یا ایروجت راکتاین درست که و این راکتیل جامده که هابان دورشان آرتمس گردنه یعنی نورتروپ گرومن درست کن و اجور گفتم EGS مسئول سوار کردن و امتحان کردن تمام این قطعات است که جیکوب انجینیرینگ مسئولیتی دارن. بعد بخش تریش که هست بخش کمیونیکیشن و دیپ سپیس نتورک که اول خود یک سافتور لازم داره، کامپیوتر لازم داره، سیستمی جدید مدرن کمیونیکیشن لازم دارید، ساتلایت لازم دارید و بعد قسمت بعدی فلایت کنترل سیستم که لا هیوستن یا لا خود ناسا لا بیس ناسا لا کندی سپیس در انجام دارید که بتونن چی میشن اگر آرتمس هدایت بکن، ترک بکن و کنترل بکن تا چود رو بایدنو. یعنی هر کام دیانه خود یک شاید بشم فرا ترکیشی توضیح داینه SLS یا LS یا لانچ اپورت سیستم کاریه که اگر خدا نخواسته حدود 3 دقیقه لشون پرواز اگر اتفاقی کرد کنید فضانوردگان و سالم جواب بکید بار دیانه بانزه که و چتر بار دیانه بانزه یا خود آرتمس اوراین و کپسول آپولو حدود 50% حجم بیشتری داریدن. راجع زانین مرکوری اولین سفینه کشی آسمان فقط یک نفر جی داشت، جان گلن بود و جمینای 2 نفر وجود داشت که جیمز مکدویت و ادوارد وایت بود که اولین بار چه لفضا قدم داد و آپولو 3 نفر حجم داشت و 14 روز تونست انسان حمایت بکیدن، ولی امروز اوراین 4 سیت داریدن و تونی تا 21 روز غذا و به اصطلاح حمایت انسان حمایت بکیدن. یا کریستین کاچه که دارید او در وازبین و بسیان اوراین دارید امتحان کردن. یا به اصطلاح اگر بتونم خود سفینه اگر جدار سفینه اگر بشکنیم اون یک آلیاژیل مختلفی دارید که ناو دارید، مثلا یک شرکتی هست که فقط یک علوی مخصوصی و اسم کانستلیوم سازید که بدنه اوراین لی درست بیوه یکی
شگفته واقعا علم متالرژیا که فرا علایل سوکواز ولی در این حال فرا مقاوم و قوی یا بالاخره دشون خود او فلزیلر لایلتر و از ترمال پروتکشن سیستم خانبان آرتمس یا و پیوشن هیت شیلد یا تدینو که وقتی لآسمان تیدو خوار برخورد که و جو حرارت شد و بان باید بتونن تا 5000 درجه حرارت تحمل بکن که قسمت اولیه جیربنای تایتانیوم درست بیوید لشون تایتانیوم یه ناو خود او کپسول هیت شیلد است لبان او فایبر گلاس دامدرینن که لکربون درست بیوید لشون او آجوره خشته بسیار سیلیکا ننبانه که لوریدینی حدود 7 سانتی متر قطر دیدن که بتونید حرارت تا 6000 درجه حرارت کنید تحمل بکنید و وقتی که تیدینو به صورت تک تک تمام آجوریل سرامیک یا سیلیکا تک تک باید دامدرینن و امتحان بکن که هیچ اشکالک نیاشید چون وقتی که بانو اگر یکی لیانه بشکنیدن مرگ فضانواردیل حتمیه لبین شد سیزیان و بعدشون او یک قطعه تر آلومینایز دنبانه پی پینت اپاکسی دنبانه اپاکسی یک آلومینیومایز لیر آلومینیوم دنبانه که به اصطلاح خود اوراین تکمیل بود و هر جور که وقتی که چودن رو آسمان ای بخش است فضانوردگان یا ریواره درجه هم 70 درجه 24 سانتیگراده ولی لدهش 5000 حرارت دونید تا زمانی که تن و آونیشن یک بخش ای قسمت آجوره سیزیه و پیشین ابلیت بودن یعنی سیزیه و آجو و زغال تبدیل بودن که لیر نشان ده وقتی تیدینا او حرارت او رومت سفینه تا 5000 حرارت شده بان و سرعت 25000 مایل ساعت حدود 40000 کیلومتر ساعت دلیتی دو خواه که کفیده نو آو بعد نجاتی هندند یعنی نیانخوار یا نمونه سیزیان او آجوری رسه که لشون هاتن و یه ابلیشن قسمت ابلیشن و پیوشن بزن ایره سیزیاز بیوست چارکول بیوست زخال و این قسمت جیره همه منیه خدا نخواسته اگر یک لیه حرارت نشت بکه و رو طرف داخل خود سفینه هیچ وقت نمیتونن زنده بانو بنابراین ما آرتمیس وان مشکلی که تشخیص دانی است که لبان زی ایمه همین ناو یک کاندیشن شرایطی که استاندارد تمپریچر پرشره و یک مولکولی فرفر ریز هوا هنو آجوریلا توجه که میتونیم دریان باریمن ولی وقتی چنان آسمان خلاص بوشاهیه فشار وجود نره و فرفر سرده یا نه چلکیان روبابیل چلکیان بعد وقتی تنو خوار وارد حرارت بون اکسپاند کن یعنی اکسپانشن کنترکشن اکسپانشن انجام گردن و باز بحث شکیان بعضی قطعات بود که یه چشتی بود که آرتمیس یک تجربه کردن و لبان کار کردن که آرتمیس 2 اتفاق نکفیدن لناو داخل خود سفینه یک کپسوله دیگه که اقربه وجوده راه هدایت کردن خود فضانورده او کسی که ساخت اقربه رو صفحه کنترل دید یکی لفظان آوردن اسپیس شاتل بیو اسم دکتر لی ام مورن که شاید بشین باهوشترین فضانورد ناسا بیوته الان چندین پی اچ دی دیدن و یک شخص یه سکه دست چپ من و او کسی که دست راستم یا مدیر ماموریت هاتنوچین خود اوراین بیو و چی تا مانگاتو فرا انسانی واقعا انسانی فرا خارق العاده گنیانه بعد سرویس ماجلگه که یک سرویس ماجله آرتمیس 2 وقتی که تمام بیو
ناسا لیمان دعوت کرد که باید بشیم تحویل ناسا بیمن لاکی هر جلوگیری من همه ایره و رئیس مهندسی لاکی که ایرس ای پی اس یه ها کلاس مبیله یونیورسیتی آف ایلینوی لسال 1981 و تمام او دانشمندی و مهندسی که مسئول ساخت قطعات بینه دعوت کردن که ایمه تحویل ناسا بیمینیانه و خود سرویس ماجر رو در طریق کشوری اروپا درست بیوه که European Space Agency تشکیل دن و وقت موقعی که ایمه سازی من ناو سیستم پروپورشنی لیلی استفاده کن یا سیرکت به صورت پروپورشن رایونه و ایرس نقش قطعات ایمه حالا ایره یا دیرن تمامی کن دیرن تحویل ناسا دن آزمایشی به صلاح موتوریل کور استیجه که در جیتر سازنه امتحانی کن تیارینه و ناسا در طریق بارجو تیارینه یا رادن توضیح دم ایش رادن توضیح دم که یا سوار کردن و به صلاح یا اول او کور استیجه زانن بعد راکتیل جامده تیارین و پی سوار کنن و هجور ادامه دن که ایمه دعوت بیمن دلی مستقیما بینیمن اثر کارمان بینیمن لناو ساختمانه که دیدنی و جالبی و رامان و بعد یک سیستمی هست و اسم کراولر یا زیگه کردی خومانشین زیگه خشیکر تید و موبایل لانچ تید ناو ساختمانه و تمام ای دستگاه نصب کید و ای موبایل لانچ بدی راست سکوه پرتا یا چیز واقعا هیولایگر استثنائیگر مدی مثل لبانی چی ما عکس کردیم مدیمه که خارق العاده است تید ناو ساختمانگه و اید لانچ به اصطلاح اسکلا چود باش کده درور آرتمس گریده تریده دیش ناو ساختمانگه و سرعت هر یک ساعت 1 کیلومتر 1 ساعت بدینه تا رسید و به اصطلاح سکوی پرتاب و نیروی سپیس فورس آمریکا احترام رقال بوده که آماده بود راه پرواز و چین و آسمان یا جمعیت کوبون که تماشا بکن پروازگه یا اجر گفتم رئیس ناساست که من دعوت کرد و ای پی آی که وسط دست چپ یا جرمی هنسنه که فضانورد کاناداییه که قراره به اصطلاح بان آرتمیس 2 بشودن ما و کانگرسمن برایان بابن در تگزاس که یکی له کسانی که حال کانگرس و بودجه ناسا تعیین کردن یه که هر سال مچه ملاین و پیانوشیم که قرار ما مارچ بچیم واشنگتن ولی هم بپرسیم که بودجه ناسا قطع نکن که بتونیم این کاری ادامه بدیم. دیدو ورجه که بایدن و وزیر سرویس ماجل جیاوا بودن و اوراین تیدنو و نو جا نیشیده نو دریا و چتر رو نیشیده و بعد او حوانی لباد که لبان آو گلیو بید ببینن و آزمایشی کن که بدانید چه ولی شونه پرواز موفق آرتمس یه سلبریشن موجود داد که یومایا لفیلادلفیا یک کنسرت فرا قشنگ و زیبا را آرتمس دام از رن و هاتن سر ایالتی که لبان ای پروژه کارکن دیدار کردن و حتی کنگره هاتن نو شرکت من یا جودی چوه که به صلاح نماینده ایمس منطقه ایمس لکنگره هات تشکر کرد را کاری که کردیم نه و بعد خود ناسا شهردار هات خود ناسا هات و ها کلاس اگم که لینا لاکید کار که اوان هاتن که لایمه قدردانی بکن و خاطر کاری که کردیم نه را موفقیت چین و آسمان و هاتن امنی ای سفره
یک قدرنامه را میسان که دانن وان اسم وان شرکت اگه دانن من what is next step ایما هدف لی کار واتیم یه که یک دار جیانگ ل فضا ل آسمان و وجود باد در تاریخ نیسا لنا حضرت لنا تورات در زمان قدیم در منطقه خمان نیساست که مثلا دار جیان و پیوشن یا the tree of life که لبان زیر چی انجام کرده چون تکامل بودن چون انسان و صورت تکامل ولی رسیه و یا الان دیدیم شروع وجود آوردن جیان تازه جیان نوعی ل آسمان لما ورای زیر که وقتی ای کسان لوار شرکت کنن که بتونین ای جیان لباس آسمان به وجود باره یا الان لنا خود ناسا هم روش ناو شرکت من لنا شرکت هایی که شرکت کردن و بشداری کردن لساخت آرتمس سراسر تابلو دانه ناو شرکتگان تابلو دانه و یا شرکت من که الان ناو ناسا محوطه ناسا او پوستر گورا دانه وقتی چی من دونیم نیان خب آرتمس بتونه انسان بتونه یک واقعا یک opportunity innovation و spirit of innovation رو وجود آورده نام مردم که به نهایت ارزش دیدن خب فره ممنون را تحمل دان را گوش دهن و قصیگانمان اگر سوالی هست و بانچو من حاضرم انجامم زنون قصیگان فره بی ولی خب امیدوارم دلی بهره برداری و استفاده کردیم Go Artemis اردشیر عزیز فره دستخوشی کم لیدان و باید بیشم فره شانازی و پیدان کیمن و راستی که یکی لخواشترین و سرنج راکشترین سمیناری لیگ بیو که مش بشداری کردیم لناوی فره چیش بردی من سپاس چی من بشه پرسین و ولام اول یه بیشم و خدمت کسانی لیگ حضور دارن اگر کسی پرسیارک دردن کنین دست هزبین اگر کلهوری رادان سخته کنین و انگلیسی بشینه کلهوری کردیش اوکیه کنین و انگلیسیش دوباره بکینو دست دان که حلگرین هاوکاری لمان دانه اجازه دنگ دانه پیدان ورجه لیگ اجازه دنگ بیمن و کسانی لیگ پرسیار دارن چهار گله پرسیار لنا قسمت چت نیوسیه که ما گله دوباره کمانو را برای اردشیر که ولام بدن و رامان پرسیار اول گست اگه قطعاتی درباره قصیه کردین چو پیان تیدن بازیافت بون یا نه اگه اجازه بین مگله ولدانا بامو پیش که بعد از یه سوال بعدی لیدان بپرسم جوابم بله اگه نه این قطعات به اصطلاح اضطراریه که حتی لله نباید استفاده بود اگر تمام مأموریت چینوهاتن بدون مشکل با وجود بانو این قطعات هر جور که چینه کنو لله استفاده نیود ولی خدا نخواسته اگر اتفاق ناگواری کرد مخصوصا اوبان چین فشار این قطعات ایمه نجات دهنده به اصطلاح سیستم پروپورشن و بتونید جور فشار خون مثلا انسان باید تنظیم بوده تنظیمی که بتونین و امنیت بانوزید عالی ممنون نفرتر سوال پرسیه که ناسا و گرد چین پیوندی دارید یا نه و اسپیس ایکس یا بلو جین خوی چونه دن بدون ناسا کاری خوی بکیدن یا نه و وقتی که ناسا چو بخشیل مختلفه ولی کار ریک خیدن و کاری کدن که گشتیان بدون کشه ولی کار بکن چه سیستم یک دریدن ارائه بله فرا سیستمی که لدنیا نمونه نریدن حتی سیستمی که را گردانن و چرخاندن دولت جور آمریکا لیلی استفاده کرد و خوشبختانه میتونیم حتی را چرخاندن یک جامعه کرد و کردیاتی و عنوان مثلا یک جامعه ممکنه پولیتیکال بودن ولی را تنظیم کردن چیو قطعات چیو گروهی و یک و تیری که هر کامیان کار خودن انجام بدن بدون یک بکفن دست پای یک ترکی و پای یک ترکی بگیرن یا خود برنامه ریزی دیدن یا خود و صورت شنپه اسپسیفیکیشن در پیان یک اسپسیفیکیشن در پیان میشه مثلا کار فقط یک اوش خود ناسا تمام جزئیات
او قطعه باید توضیح که چه کاری باید بکنه. بعضی شرکتایشون میگن نتونیم این کار انجام بدیم، بعضی شرکتایی هم که ریسک کم میشه خیلی خوبه پیمان قرارداد بستن با چی لبان انجام دیم، یا شکست خوان یا موفق بون. اگر شکست خوردن با خود ناسا و پیام کمک لاقل چی بتونن و موفقیت برسن. یعنی ناسا یک پروژه دیگه و اسم تکنولوژی ترانسفر، خود ناسا لبان فیلد مختلف خود ناسا اول به اصطلاح سنتریل آزمایشی و تحقیقی دیدن، ریسرچ لب دیدن، تمام اطلاعات حاضر در اختیار مردم و شرکت‌های عمومی قرار بید که بتونه اجرا برنامه با وجود باید. یا سیستم اگر فرا پیچیده ولی زیبا و قشنگ و عالیه. اگر ایمه بتونیم دلیه بگیم حتی تویم جامعه اگر من موفق بکنیم. فرا عالیه، ممنون. پرسیار تر کردن وطن را مانگ هل بجاردیا را مریخ نو چون دیورتر بو؟ نه تنیا دیورتر بلکه سوخت، یعنی و انرژی لازم و هیز لازمه که تلی نقطه بوده نقطه سر نقطه مریخ فرا دوره چند ماه تو کشی تا بشیده. الان دارن لبان بین زی و بان مریخ دارن پمپ بنزین درست کن، گاز استیشن درست کن، این مخزنی لیکوید هیدروژن و لیکوید اکسیژن و لیکوید متین درست کن که اگر مثلا 100 میلیون مایل چین بتونن دوره باک بنزین که یک ماشین یه مسافر دیده دیوشی مثلا 300 کیلومتر یا 400 500 کیلومتر کنه بشودن لشون او باید دوباره سوختگیری بکرده. الان با او دلیل است که و مریخ نچینه تا الان ولی دین لبان کار کن و مانگ نزیکتره مانگ کنیم بشیم نو بایم نو یه سوخت و یه باک اورمن. چون خاصیت مانگ است که چیدن وقتی چیدن ایبار دور مانگ نیست که بکفی مدار جاذبه مانگ فقط دلال چیدو که او بخش تیاری که سیه مانگ که به هیچ وقت نیمیمن مطالعه بکن. بعد وقتی که توانبانو اصلا به صورت فری فال ولی کنترل شده تینو خود جاذبه زیب کردی دیانو فقط انرژی که لازمه چینه هاتن خود جاذبه زیب کردی دو دی احتیاج به انرژی نیه روی برگشت. عالی، ممنونم. پرسیار تر کردن وطنه که ای آی چی کنیدن که کمک بکردن و میشنه ایله و آیا ایوه لشرکت هردان لی آی استفاده کن؟ تا اندازه را یک سری انتخاب کردن یک سری فلزات مخصوص یا پروسیل بخصوص که بتوانیم آلیا ژلیان الان یواش یواش دیدیم لیلی استفاده کنیم ولی بیشتر و اطلاعاتی خوان دیرم یا شرکت هم دیدن لأوانه استفاده کنیم ولی لی آیش تو دیگه استفاده کنیم بعد ولی به طور کلی الان دیدید اصلا تمام کمیونیکیشن و یا نه آینده ای آی اصلا وپیوشن آتو پایلت یعنی اصلا دخالت انسان نیه نباید بوده خود تمام سیستم آتو پایلت که ای آی کنترل که آینده. ممنون. برای عزیز پیام نایه و تی ناوی هرمان سعیدی است 11 ساله و تی که فر علاقه و فیزیک و درس فضا دیردن و تی الان چه توصیه گرام دیرین لزمینه؟ آفرین هرو کنجکاوی و علاقه بیون و علاقه داشتن قدم اوله ادامه به و موفق بودن. من همیشه و تمام کردیل عزیز سفارش کم که واقعا ایمه لمنالی که چی بینه مدرسه همیشه لجیر تاثیر علوم اجتماعی و تاریخی و مذهبی و یعنی قرار گردیمه که و بنالگان وقت و درفت نیان که بیشتر درباره ریاضیات و فیزیک و حتی آزمایش بکن دستکار و دستشیلی بسازن که مثلا آلمانیه موفق و خاطریه که هلا منالی انجیل نشان یعنیان یا قرآن نشان یعنیان ولی ماشین فلزتراشی و نیازان کاری اولیه مهندسی نشان یاندن. تو تشویقت کم که فیزیک بخوان علم بخوان
و لکور شروع کیمن لو دچیشته که قبلا وطن تمام دانشمندی تاریخ لدچیشت شروع کردن در ابزرویشن تماشا کردن دورور دنیای دورور مانه لدچیشت درست بیاد یکی فضا یکی متریال متر وقتی یا شروع کنجکاوی و موفقیت بینه باید ایدی چیشت ایما بفهمیم یعنی تا دل بشیم و بفهمیم که چه هست یا فیزیک و ریاضیات به پیمانی شده که امیدوارم موفق بودین نخواهد بعد که هزاران ملال پر جور خواهد بتونی او رو خدا تشویق بکیدن که لشون علم بچن نزان و زان بکین بله نزان وزان بکەین قەتعەن مەسەیجە تریش نریایە بعد از یە چی منە سراغیەوە کە کەسانی لەگە دەستیان هەڵگرتنە دەنگ بی منە پیان و بکەنن خۆیان مستقیما سوالەکەیان بپرسن ای سوال آخرە چون هە ئەلان نریایە مە ئەلان بخوانمێ I'm curious. لی سوالیشه در مورد دانشجویانی که تازه شروع کردنه و تیه که چه استراتژی و اپروچی لیگ و پیان توصیه کردن که بکنن تاثیر بنن لآینده و موفق بون لی حوزه که اگر چشتک توین اضافه بکن را کسانی لگه لی حوزه به اصطلاح درس خوانن و درن گریجویت بون که ممنون بیمن بشنویمن بعد از یه هاوکاری لمان گله دنگ دنه پیدان و کسانی لگه دست دانال گرتینه کنین خودان سوالغانه دان بپرسید بفرمان کار کرده شد در جوی هانا آمریکا یا هانا ایران هانا واقعیتی اگر لقسمت چتا زحمت بکشین خودان بفرد مثال آمریکا بود کلن وقتی گریجویت کسانی لگه لی حوزه درن گریجویت بونو یانگ پروفیشنن و قول معروف که توان قدم هالگرن ورو نوا او نه او شرکتی که هاردن که بری در شرکتی دیدن لبانه بردن انسان و فضا کار کن و بری در شرکتی که لبانه مثلا مسائل ساختمانی و کنسترکشنیانه کار کن اولین کاری که تونیم بکن اسم شرکتی یاد بگیرین کیه و رایان رزومه کد بکن یعنی همیشه احتیاج و نیروی جوان دارن احتیاج و خود من مثلا قرار مثلا چند پروژه بگیریم و مهندس احتیاج داریم ایشون یک رشته به خصوص نه هر کسی کنه انجام بده آره این شرکتی بناسن رایان رزومه کد بکن تماس بگیرین اولیانا و این به اصطلاح بخش فضانوردی روز دیره گوراتورو بودن و مطمئنم چه اروپا بود چه آمریکا بود لطریق دانشگاه که چینه یا لطریق شرکتی که وجوده یا لطریق خود ناسا تماس بگیرن رزمگاه هم کل بکن و او رشته که مطالعه کردین و پیان دوشن امکان استخدام فرست و ناسا برنامه لتریش دیده روانه و پیانوشن انترپرنویر ممکن مثلا چند مهندس بون اندازیات بون که آردی لناو شرکت یا جی پی ال یا شرکت ایلتر کار کن یک چند سال تجربه دارین ولی تو شرکت خودم بسازن یا استارت آپ بخنوره خود ناسا هر سال چند سولیسیتیشن دیدن مثلا میشه ایلو چیشتیلی احتیاج داریم اگر تو این شرکت بکنی یا داوطلب بین را ساختی یا نه پروپوزال بنا پیمان ای پروپوزالی ایما ریویو کیمن اگر او پروپوزال دانه قابل قبول بودن ایما بوجه دیمه پیدن که شرکت خودم بخینوره ایجور در فتای دیگیش وجود داره لیا فرا ممنونم لیلیدان الان هاوره چیا دست هالگرتیه و اگه کاری من دنگ بنپه بفرمان سوال دان بپرسن خوشحال من کن دیگرانیش کنین سوال دان بپرسین دست هالگرین و نوبه دنگگان دان واس کن سلام ریز کاکش اردشی دنگم تی بله من ناوم مصطفى ناو كردية كم چیایه جا كردكان خراسانم لإيالات تنسي ما مستمع مجارة كم جي فيلد جينيتيكسه بعد من فيلد كم جويوازه جا فيلد كيتو اما فري لزتم برخواستم سپاس بكم بتايبات جي بو من مهم قوابينم كردكان ما همون سربرزن و بنا اما بتشت تايبات كو بو من بو وابو كتو هم لفیلد ساینس یا مجارکی خود پیشرفتت کردی هم جی
ئەو بەکگراند کوردیەکە تایبەت لەسەر وشەسازی و هەمووان یعنی حفظ کردی یعنی هەمزەمان کو بە دنیا خدمەتێکی بە کوردی خدمەتێکی خواستم تایبەت سپاس بکەم و دەستگای جەمال نەبەجی سپاس بکەم کە و فرسەتەدا بمە و بە تۆ قسە بکەیم فقط لەبیرم تایبەتی چون توژە کرمانشای وەک منتەقەی مە لەو ئەسیمیلاسیۆنە هەموو چشت هەیە خواستم پرس بکەم تو چاوە ئەو کوردەتی خۆت حفظت کرد لەو مەسیر زندگی و ئەو تەجروبە و بەکگراندت خۆت و من زانم سەربەرزیژی لەسەر کوردەتی خۆت و خواستم بزانم چه توصیەت هەست من زانم چون زەبتی یەکەن خواستم وی سوالە تایبەت بپرسمە بزانم چونە دەستتشی خۆش پرسیار تشتمژی نییە زۆر سپاس قوچان منطقه قوچانی یا من خەلکە قوچانم بەێ زۆر سپاس نەکاکی یانەوە کوردیەتی من هەمیشە وەتمە ئەساڵات حفظ ئەساڵات بەگەڵ تاسوبە فەرقی هەیە زانی ئیمە حقیقەتەن من 14-15 ساڵ لە ناو منطقەی کورد و کوردنشین زندگی کردن کە باو و باپیرەینمان هەمیشە توش مەساڵە سیاسی کوردیەتی بوونە کەفتنە سەر زندان هەموومان ئەم تەجروبە کردیم نەو داسانی دەزانیم وەلی من تماشاکەم ئەڵەمیشم کە خۆ ئمە بۆچی لە عەرەب جیاوازی من یا لە فارس جیاوازی ئەخوازیم لە تۆرک جیاخوا ئێمە وازەیە یعنی ڕوشنە ڕەمان زمانەکەمان فەرقی هەیە ژینەواریمان فەرقی هەیە مێژۆمان فەرقی هەیە یعنی تەنەوع من هەمیشە بە تەنەوع ئینسانیەت و فەرەنگی مۆتەقدم زانی و ئەوە باعث بوو کە من لەبانە حفظ کورد و کوردیەتیم چون یەک تەنەوعگە لەناو جامعەی تواو دنیا حفظ کوردیەتیم وەزیفەمە یعنی من لە هیچ کەسێک بەدم ناتێت وەلی حەز ناکەم کەسی لە من بەدێ بێت وەلی بەداخەوە خوازانی هەستکەن کورد و کوردیەتی لەبێت بوون ئەوە یەک پروسەیە تەبیعی و خودایی و ناچڕاڵە کە تۆ ریاکشنێک نیشان بدەیت لە مقابڵە ئەو پەلامارە کە بە فەرهەنگ و وجودە تۆ بکەن زانی و ئەوەیشە خۆ بە تاریخ خواندن واجبە مشاهدەی عینی و چەوی و تەجروبەی شخصی ژیانکردن ناو کوردیەتی منطقەی کوردیەتی لازمە کە تۆ ئەو ئەساڵاتە شخصیەتەدا حفظ بکەیت و لەبارەی ژیان و کار و ئێشیش کە من لە ناو ناسا و پروژە لە کارکەم ژیانم ئەدامە بە بەنابەرین ئینسان هیچ بۆ من ئەردەشیری کە لە ناو ئەندازیارە بەگەر ئەردەشیر کووردا هیچ فەرقێکی نییە یەک نەفەرم زۆر سپاس دەستت خۆش هیوادارم ژی کۆی ڕۆژی ژە نزدیکێکتر ببینی زۆر سپاس سپاس لە چێ عەزیز زاگرۆس دەستێ بەرز کردووە کەنیدن میکرۆفۆنەیەت خۆت واز بکەیدن ئەلان های منە خزمەتت بەڵێ سڵاو و ڕێستان دەبێت من بە سۆرانی قسە دەکەم هیوادارم لێم حاڵی بن و لێم تێبگەن بە تەواوی پێشەکی دەستخۆشی دەکەم لە کاکە دەشیری بەڕێز بەڕاستی جگای شانازیە و جێگای افتخارە بۆ هەموو کوردێک لە هەر جگایەکی دنیا پرسیارەکەم ئەوەیە کە جیاوازی دوو کۆمپانی وەکو سپیس ئێکس و ناسا کە کۆمپانیەکی زۆر گەورەتر لە سپیس ئێکس چۆنەکە کۆمپانیەکی چووکە وەکو سپیس ئێکس دەتوانی سەرکەوتنێکی زۆر بەرچاوی هەبێت دەماوەیەکی زۆر قوڵەدا یعنی بە مەنابەیەکی زۆر لە کەمترەوە بە پوڵێکی کەمترەوە دەتوانانی ئاوا سەرکەوتوو بێ سەر فالکۆنەکان دێن و دەڕۆن لەندینگ دەکەن لەسەر هەرز بەڵام ناسا ئێمە یعنی تاریخچەوە هیستۆریکی یەکجار زۆری هەیە و بودجەیەکی بتری هەیە بە سوورەتی زۆر گەورەتر کار دەکات بەڵام بینەگەر مۆفەقیەتەکان بین مقایسە بکەین هەز دەکەم سپیس ئێکس توانیوێتی زۆر بەرچاو پیشرفتکە دە و ئەخیرێدا دلیلی ئەوە لە ڕای ئێوە لە نەزەری ئێوە دەتوانیت چ بێت سپاسان دەکەم ئەوەڵەن ئیلان ماسک باوگێ یەک خێزانێک بوون کە لە ئافریقای جنوبی بارهاتن زانی ئەوان لە
بداخل نجات پرستی آفریقای جنوبی بون که وقتی که نلسون مندلا هات و منه اوان در چین بباو که معدن یاقوت و زمرد و همچیشتی داشت که زور 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 دولتمند بو باو که و داستان من علی خوی علی من که من بوم ایلان ماسک علی من هر اتاقی که واز کردم وکو بانک من که پاره لناو بو اوغا پاره من فرو زور بو او منطقه ایدی هات کانادا لکانادا باو که پاره بهنار و بعدا پیپال درست کرد پیپال فروشاد 300 میلیون دلار فروشاد و یه زمانی بود که سپیس شتل ناسا دانشت لپروژه لبین شو که به صلاح سپیس ستیشن درست کردن و هزاران دانشمند و اندازیار و مغز متفکر ناسا و شرکتی فضانوردی بیکار بود و ای پی آی پاره اصلا لبانک هزاران میلیون دلار پاره بود هر استخدامی کرد هر لس آنجلس جیک سن واسه لگی 80,000 مثلا سکویر فیت جگه بود یعنی هر لجری چتر و سپیس اکس درست کرد توجه که به پاره فرا و مغز دانشمندی که بازنشسته به این رمانش بود و خود دولت آمریکایش هست که یک بروشه‌ای و اسم تکنولوژی ترانسفر توضیح دم هست که این تکنولوژی ناسا یا حتی بخش مختلف دولت آمریکا انتقال بید به بخش خصوصی زانی و ای پی آی در این موقعیت زور استفاده کرد و تونست ناسا درست بکن هم در پاره آمریکا هم در پاره باوکه هم در مغز متفکر دانشمندگان سپیس اکس نتیجه او شرایط برسن و ایسا کسی که هست سرکار وکو پرزیدنت ترامپ که و داخوا توز گرایشی رو تندسیه ریسیستیک دیدید وکو باوک ایلان ماسک لجنوب آفریقا حاضر آزادی بیده پی هر کاری که دلت بتواید انجام بید پاره مهم نیه بچو تا ایسیش بیشتر شکست خورده تا موفق بیاد ایسا انتظاری که ایلان ماسک هست لسپیس اکس هست که لندرگه درست بکید مون لندر درست بکید که آرتمس 5 بباره آرتمس 3 بتوانید گیتوی دانش لبان ما که تا ایسا انجام نگرید با قرار بود امسال تو بودن انجام نگرید قرار سال آینده انجام بگیرید همو مشکوک این که آیا توانید در سال آینده لندرگه درست بکید که انسان بتونی لبان مان دانشی یا نه هنوز مشخص نیست بنابراین نوع دریجی توانید دارید لباره میجوی خود ایلان ماسک صحبت کردن چندین جبهه دارید که یکی یک جامعه ریسیست و نژاد پرستانه آفریقای جنوبی بارها تو که سرمایه فرق آوردن به غرب و شاید یکی دلیل موفقیت یگانه بود. سپاس هاوریل عزیز اگر کسی تر پرسینک دیردن خوشحال بیمن که دست برزو بکیدن و مایکی روشن بکیدن. عالی. برای اردشیر رشیدی کلهور سپاس که دعوت ما قبول کردین و هیوای دین دوباره دان لسمیناری لداهاتو کاتو ساتک خوش کردستان آوادان.